امروز میخوایم سفر کنیم به تمدن بین النهرین، امپراتوری که سرزمین ها رو فتح میکرد و مردمش معابد غولاسا میساختن. این معابد اسمشون زیگورات بود، ولی فقط ساختمان نبودن، مرکز قدرت، مذهب و حتی سیاست بودن. پس لایک کن و با من بیا تا ببینیم چطور این بناها ساخته شدن و چرا انقدر برای مردم اون زمان مهم بودن. بین النهرین به سرزمین بین رودهای دجله و فرات گفته میشد، جایی که تمدن سومریان، اکدیان و بابلی ها شکل گرفت. سومریان اولین ها بودند که معابد زیگورات رو ساختند. برج‌های بلند از آجرهای پخته که بالاترین طبقه شون محل عبادت خدایان بود. معابد نقش مذهبی و سیاسی داشتند. پادشاه و روحانیون تو این ساختمان ها با خدایان ارتباط برقرار می‌کردند و حتی تصمیمات مهم حکومتی هم اونجا گرفته می‌شد. این زیگورات ها فقط ساختمون نبودن، بلکه شاهکار مهندسی بودن. آجرای خام و پخته ترکیب می شدن، پلکان بلند می ساختن تا مردم و روحانیون بالا برن. هر زیگورات مخصوص یک خدا بود. مثلا زیگورات اور مربوط به خدای ماه به اسم نانا بود. باورها می گفتن خدایان از بالا به انسانها نگاه می کنن و معابد باعث میشن این ارتباط برقرار باشه. اما معابد فقط عبادتگاه نبودن، بلکه مرکز اقتصادی هم بودن. کشاورزی، ذخیره گندم، تجارت و حتی مالیات ها همه از اینجا کنترل می شدن. روحانیون خیلی وقتا قدرتمندتر از پادشاه بودن، چون مردم باور داشتن که اونا با خدایان صحبت میکنن. حتی تصمیمای جنگ و صلح هم گاهی تو همین معابد گرفته میشد. اما با گذر زمان امپراتوری‌ها تغییر کردن. سومریان، اکدی‌ها، بابلی‌ها، آشوری‌ها هر کدوم اومدن و رفتن و هر کدوم هم زیگورات‌های خاص خودشونو داشتن. نبردها، جنگ داخلی، حتی تغییرات مذهبی باعث شدن بعضی از این معابد خراب بشن یا تغییر کاربری بدن. اما روحانیون همیشه سعی کردن با آیین‌ها و مراسم‌ها هویت مذهبی رو حفظ کنن. مردم با مراسم‌های مختلف به زیگورات می‌رفتن. جشن‌های فصلی، قربانی کردن و پرستش خدایان. هر طبقه زیگورات نقش خاص خودشو داشت. مثلا مراسم سال نو با ارزش‌ترین مراسم بود. پادشاه و مردم با هم قربانی می‌کردن و اعتقاد داشتن که سال آینده براشون پر از برکت میشه. این مراسم‌ها نه تنها مذهبی بودن، بلکه به مردم حس امنیت و اتحاد میدادن. به خاطر همینه که میگیم معابد بین النهرین فقط ساختمان نبودن، بلکه قلب مذهبی، سیاسی و اقتصادی جامعه بودن. این بناها الهام بخش تمدن‌های بعدی شدن. حتی توی معماری مدرن و هنرهای مذهبی هم نقش داشتن. با اینکه خیلیاشون امروز ویرانه شده، اما شکوهشون هنوز زنده است و رازهایی که درونشون بوده هنوزم الهام بخش ماست. اگه سفر به تاریخ و معابد بین النهرین رو دوست داشتی، لایک و سابسکرایب کن و حتما نظرتو برام کامنت کن.